پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای بعضی از مشکلات خانوادگی گفتگو را استفاده می بردند. چون اگر که مشکلاتی خرد می بود، مشکلاتی بزرگ نمی بود و همیشه گفتگو را استفاده می بردند برای حل آن. پس در کدام حالت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین رفتار را کردند؟ در روایت از حضرت عایشه رضی الله عنها آمده است که خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم من عندها لیلا قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما اصنع. حضرت عایشه رضی الله عنها گفتند که شب از نزدم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بیرون شد. چون وقتی که پیغمبر خدا در شب بیرون شد، حضرت عایشه فکر کرد که مبادا شاید نزد دیگر همسرش رفته باشد، چون آن شب نوبتی حضرت عایشه رضی الله عنها بود، یعنی ایستادن با حضرت عایشه رضی الله عنها بود. برای همین رشکش آمد و چنین قصد را کرد که اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برگردد و میداند که و میبیند که من چیکار با آن خواهم کرد، یعنی حتما یک کار خواهم کرد که چون چرا نوبت من بود و از نزد من برآمده و دیگر جا، یعنی که پیش نزد دیگر همسرش رفت. پس وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به خانه‌اش برگشت، حضرت عایشه رضی الله عنها گفت که چون پیش از این که حضرت عایشه چیزی بگوید، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دید که حضرت عایشه ناراضی است و قهر و غضب کرده است و از حالتش معلوم است که چندان راضی نیست. برای همین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فهمید و گفت که یا عایشه ما لک یا عایشه اغرت، ای عایشه مگر رشکت آمد؟ حضرت عایشه در جواب گفتند که و مالی لا یغار مثلی علی مثلک، یعنی که چرا رشک نکند زنی به مانند من به شوهر مانند تو. باز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که او جاءک شیطانک، یعنی آیا شیطانت آمد برای وسوسه کردن باز دوباره رشک کردی؟ حضرت عایشه رضی الله عنها گفت که او معی شیطان یا رسول الله، آیا با همراه من شیطان است؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که بله. باز حضرت عایشه رضی الله عنها سوال کرد او مع کل انسان، آیا با همراهی هر یک شخص شیطان می باشد؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که بله و با همراهی من هم شیطان است، اما فإن ربی اعاننی فاسلم، اما خداوند کمک کرد برای من و آن شیطانی که با همراهی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه بود اسلام را قبول کرد و مسلمان شده بود. پس وقتی که ما این نقل و روایت رو گوش کنیم و یا بخوانیم، میبینیم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که حضرت عایشه رشک کردن، برای از بین بردن این رشک با حضرت عایشه یک نوع گفتگوی انجام داد. با هم گفتگو کردن، با هم صحبت کردن و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در آخر حضرت عایشه را قانع کرد که این یک نوع چی از وسوسه است از جانب شیطان، نباید چنین رشک را کرد، چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیغمبر است، از طرف خداوند امرش می شود باید از خانه خارج شود، داخل خانه شود، هر چیزی که می شود نباید که حضرت عایشه چنین رشک کند. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از طریق چنین گفتگو این مشکلی خانوادگی را حل کرد و بدون اینکه این مشکلی را دوچند کند،
بدون اینکه قهر و غضب کند، بدون اینکه سرزنش کند حضرت عایشه را با یک گفتگوی آرام توانست که حضرت عایشه را قانع کند و مشکلات حل خود را پیدا کند. پس برادران و خواهران عزیز، همیشه در وقت رخ دادن چنین مشکلی های خانوادگی گفتگو را باید همیشه اجرا کرد تا مشکلی راه حل خود را پیدا کند و از حیات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم استفاده برد تا همیشه حیات ما و شما خوشبخت باشد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعضی از مشکلی هایی که مشکلی های جدی می بودند، در آن برای حل آن مشکلی ها قهر و غضب را استفاده می برد، چون که واقعا آن مشکلی جدی می باشد، یعنی مشکلی می باشد که نباید آن را نادیده گرفت. و برای همین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای حل آن قهر و غضب را استفاده می برد. در کدام وقت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای حل مشکلات خانوادگی قهر و غضب را استفاده بردند، در این روایت بحث خواهیم کرد. عموما پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همسر اولینشان را خدیجه رضی الله عنها را به حد دوست می داشتند و حتی اگر که گوسفند قربانی می کرد می گفت که ارسلوا بها الى اصدقاء خدیجه. حتی بعد از وفات حضرت خدیجه رضی الله عنها پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اگر گوسفند قربانی می کرد اندک گوشت، یعنی کم گوشت، به دوگانه های خدیجه رضی الله عنها می فرستاند. و این چی دلالت میکند؟ دلالت با آن میکند که حتی بعد از وفات همسرش برای وفا کردن به مهر و محبتش با دوگانه هایش خوبی میکرد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. برای همین وقتی که چنین کار را میکرد حضرت عایشه رضی الله عنها رشکش می آمد و حتی تا درجه رسید که حضرت عایشه روز طاقت نکرد، چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی به یاد آورد روزهای زندگیش را با خدیجه و آنها را وقتی نزد حضرت عایشه ذکر کرد و خوبی های خدیجه رضی الله عنها را وقتی که ذکر کرد و غمگین شد، پس حضرت عایشه طاقت نکرد از چنین یادآوری ها و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که آیا نمیخواهی که آیا خرسند نیستی که خداوند در بدل یک زنی پیرزن برای تو یک زنی جوان را نصیب کرده است؟ وقتی که چنین سخن را از حضرت عایشه رضی الله عنها پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شنید، با چنین قهر و غضب گرفتار شد که حضرت عایشه گفت که وای کاش که این سخن را نمی گفتم به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قهر و غضب شد گفت کیف قلت والله لقد آمنت بی اذ كذبني الناس و آوتني اذ رفضني الناس و رزقت مني الولد اذ حرمتموه مني. چگونه چنین سخن را در حق خدیجه میگویی در حالی که تمام مردم به من ایمان نآوردند اما خدیجه به من ایمان آورد. تمام مردم من را دروغگو میگفتند اما خدیجه رضی الله عنها من را باور کرد. تمام مردم من را قبول نمی کردند، جای نمی دادند اما خدیجه به من جای داد. شما باشید به من فرزند تولد نکردید اما خدیجه باشد برای من فرزند تولد کرد. بعد از این که
عایشه رضی الله عنها چون این قهر و غضب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را دید پشیمان شد و گفت که اگر پیغمبر خدا دوباره به حالت عادی برگردند دیگر چون این کار را نخواهم کرد، دیگر چون این سخن را نخواهم گفت. و حتی حضرت عایشه در روایت چون این نقل میکند که تا مدت 1 ماه اثری آن قهر و غضب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در رویشان نمایان بود و هر وقتی که می در آمدند اثری چنین قهر و غضب ظاهر بود در رفتار و کردار پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پس برادران و خواهران عزیز، برای بعضی از مشکلی ها چنین رفتار را ما استفاده خواهیم برد، اما نه همیشه. در کدام وقت؟ در آن حالتی که مشکلاتی جدی باشد، مشکلاتی باشد که نباید در آن خاموش استاد، باید سر راه آن مشکلی را گرفت با قهر و غضب تا اینکه آن مشکلی دوچند نشود. پس برای همین ما باید بدانیم که در کدام حالت باید قهر و غضب را استفاده بریم و در وقتی که چنین مشکلات رخ می‌دهد بزودی آن را حل کنیم و تا که نگذاریم مشکلات دوچند و بیشتر شود. برای همین در وقتی رخ دادن چنین مشکلی ها، وقتی که ما از رفتار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم استفاده میبریم، حتما حیات ما خوشبخت و خوشنود میگذرد.